دخترها عزیزم میخواین سکنجبین خوشمزه درست بکنم که تابستون خیلی مزه میده، خوبه. هم با کاهو میتونن بخورن، هم تو آش رشته میتونن استفاده کنه، هم تابستون بریزن، خیار سبزم رنده کنه، خوشمزه نوش جون کنه. گفتن پیمونه، ما دستمون پیمونه ولی حالا گفتن خواستن ما پیمون داشته باشم باشه. نه 3 تا لیوان شکر میریزیم. بعد سفیده تخم‌مرغ. اینقدر سوال میکنه بوستار میده، به خاطر چی بوستار میده؟ بوستار نمیده. سر تخم‌مرغ سوراخ میکنه، سوراخ کوچیکی، نه سفیده افتانه. اینم نطفشه، نه نطفش بوستار میده، نه این نطفشه، نه جدا میکنه میگیره نطفشه. بوستار این میده. تو هر چی بخوایم تخم‌مرغ خام بریزن باید نطفش بگیرن جدا کنن. بعد سفیدر میریزین. زردر نباید استفاده بشه. زردر بعدش بپزن بخورن. یا با دست چنگ میزنن یا با دستکش میپوشن، ولی من بدم یا با کفگیر. نه سفیدر داغ نکنه. شکرها چقدر خاکی دارن، چقدر رنگشون تیره، اینا خاک آشغال همه چیشه، نخ گونی همه چی توشون هسته. اولا شکر میبا عین پنبه باشه، پنبه من سفیدتر باشه، ولی نه نگاه یه چیزی خاصی بخوری میبا تمیز درست بکنی، تمیز و خوشمزه. دقت بکنی، دقت داشته باشی، خوب بپزی خوب بخوری. آبم 3 تا لیوان میریزیم. ما بر خاطری پیمونه قدیم نداشتین، دست ترازو هسته با گرم و پیمونه و ای تو چیزا هیچ وقت درست میکنه. 3 تا من لیوان آب. بعضیا از سرکه سیب استفاده میکنن، ولی سرکه سیب شیرینه، هر کسی به سلیقه خودش دوست داره استفاده میکنه. ولی ما سکنجبین من سرکه قرمز میریزم، سرکه ترش، سرکه انگور. شیرامو جوشو میدن. زیر شورش کم کردیم، مستی دارن. کم کردیم، نگاه خاکاشونه. و میگن شکرها تمیزن و اینا چیزن، ای چرکا فساد. نگاه قدیم که شیره میپختیم، عیالباری میپختیم، مربا عیالباری میپختیم. اگر میخواستیم ببینیم شیره تیل شده آماده شده، همه جا خاک بود، هجا نمیدونم سیمان نبود، سرامیک نبود، تو آتش میپختیم با هیزم. با هیزم میپختیم، با قاشق 2 تا قطره میرختیم رو خاک باغچه یا خاک رو زمین. اینا گل میخوردن میرفتن. اگر گل میخوردن میرفتن این شیرمو آماده بود. اگر نه همینجوری صاف میمودن، یعنی گل میشد، میگفتیم خود نشدن. اینا کفا آخریشون هستن. ببین سفید و تمیز و خوبن. اینا ما چرکاشونن. اینا چرکا آشغالا شکراین. اینم جوش آخرشون که سفید شدن تمیز شدن. نعنا تازه دست کرده تازه میندازین تو شیرامو که طعم سکنجبین عوض بشه. زیرش کم میکنیم بجوشه. الان خانم نعنا رو برداشتیم. یه لیوان سرکه قرمز میخوایه، استکان گلاب. این از زعفرون به خاطر رنگشون و خوشمزگیشون. بعد باید بجوشن، به قوام بیاین. زمانی که جوشیدن به قوام اومدن میریزن توی پیاله، میگذارن سرد میشه، مزهشون میبینن، نگاهشون میکنه، ببینن تیل شلیشونه، دیگه خودتون میبا در نظر بگیرن. اگر احیانا یه وقتی سکنجبین پختن تو شیشه گذاشتن، شکرک زدن، اینجا جوشینی قشنگ یه لیوان آبی میریزن، با آبش میکنه، میگذارن تو قابلمه، 2 تا قل رفت خاموش میکنه، خنک میشه، دوار میشه سکنجبین اولی. دخترای خوب عزیز مهربونم، سکنجبینا پخته شدن، خوشمزه، آماده، دست مریضا بپزن بخوره، تابستون هواگر کیف کنه، با حال میاین. سکنجبین
بهترین چیزیه برای تابستون. خیار سبزی میتونه رنده بکنن، بریزن تو لیوان، تو تشتی، تو لگنی، تا هرچی دوست داره. چند تا تیکی یخم بریزن، آبم بریزن، سکنجمینم بریزن، با خیار سبزه فالوده درست کنه بخورن، گرمازدگیتون تموم میشه.